سلام دوستان، من مانا هستم. خوش اومدیم به برنامه خودتون. امیدوارم که حالتون خوب باشه و مرسی که تا اینجای ویدیوها همراه من بودین. خیلی ممنونم که حمایتم میکنین. لطفا اگر که مطالب رو دوست دارین ویدیوها رو لایک کنین، سابسکرایب کنین چنل رو و برای دوستانتونم به اشتراک بذارین. بریم برای برنامه امروز میخوایم راجع به بحث شیرین ساختمان و بیلدینگ صحبت کنیم. فیوریت من به عنوان کسی که معمار و آرکیتکت هستش و این بک‌گراند رو دارم، خیلی خوشحالم که میخوایم راجع به این تاپیک ها با هم صحبت کنیم. اول میخوایم یه ذره راجع به طراحی ساختمون و پلناش و بیلدینگ و نقشه هاش صحبت کنیم و بعد راجع به حالا اون فاوندیشن ساختمون چه شکلیه. البته همه اینا جذاب و کاربردیه و ما نمیخوایم که حالا بریم راجع به ساختمون سازی و اینا امروز بخوایم بخونیم. بعد راجع به این که حالا یه ذره محافظت از ساختمون تو قسمت بعدی و رطوبت و چیزایی که تاثیر میذاره تو ساختمون صحبت کنیم و حالا اینکه توی قسمت ریل استیت و ریلتور چجوری ما اینا رو به هم کانکت میکنیم. آماده این؟ بریم برای شروع امروز. خب میخوایم بگیم که توی وقتی که شما توی استان BC و تو ونکوور زندگی میکنین، وقتی که توی شهر رفت آمد دارین، اگه ساختمونا رو نگاه کنین یه سری استایل‌های جالبی هست و خیلی شبیه ولی خیلی فرق میکنه با اون ساختمون‌ها یا معماری که ما توی ایران داشتیم اگر که بخوایم مقایسه کنین یا حتی کشورهای دیگه. کانادا و نورث امریکا استایل معماری و آرکیتکچرش خیلی متفاوت میشه و اون خونه های کانادین استایل رو شما میبینین که کاملا اون هویت کانادایی یا اون هویت اصیل اینجا رو نشون میده. اجازه بدین که یه مثالی با هم داشته باشیم. ما توی نگاه وقتی که میکنیم به خونه ها، شما فکر کنین دوتا خونه شبیه هم رو در نظر بگیرین که همه چیشون شبیه همه. حالا مثلا اندازش، متراژش، حتی قیمتش هم فکر کنین شبیه همه، ولی شما فکر کنین که توی دنیای واقعی آیا واقعا این دوتا شبیه همه؟ چه فرقی میتونن این دوتا واحد با هم داشته باشن؟ به خاطر چی؟ به خاطر این سوال میکنم که ارزش خونه فقط به متراژ اون نیستش و به تعداد اتاقاش هم نیست لزوما و بستگی داره به چیز مهمی به اسم طراحی اون ساختمون. پس طراحی ساختمون و نقشه اون ساختمون هست که ارزش یه خونه رو میتونه جابجا بکنه و خیلی مهمه که شما فکر کنی وقتی که بایرها میخوان برن خونه بخرن، وقتی خونه رو میبینن، خب یه سری تصمیم خریدارها بر مبنای اینه که ناخودآگاهه، یعنی یه تصمیمای موقع خرید خونه میگیرن که ناخودآگاهه و ممکنه که به خاطر چی باشه؟ به خاطر اینکه وارد اون فضا میشن، احساس میکنم وای چقدر به دلم نشست این فضا، چقدر دلنشینه، چه حس خوبی داره این خونه. حتما براتون پیش اومده حتما مثلا وارد خونه دوستاتون یا یه سری از آشناها به عنوان اولین بار شاید برین و بگین وای چه حس خوبی داره، چقدر مثلا من میرم خونه فلانی خوشم میاد، حالم خوبه. حالا جدا از اون دوست یا کسی که اونجاه، حس فضایی رو میخوام من براتون اینجا بولد کنم. به خاطر اینه که نور طبیعی قشنگی داره، نچرال لایت داره. به خاطر اینه که وقتی بین اتاقا میخواین حرکت کنین راحتین، اذیت نمیشین. یا برعکس ممکنه یه خونه کوچیکی باشه که شما مثلا میخوایم برین توی اون و برعکس این احساس رو نکنیم. اصلا به کوچیک و بزرگی نیست، به اون حس فضاییه. اینجاست که طراحی اون خونه مطرح میشه و اون بیلدینگ پلان و دیزاین اون خونه است که این دوتا رو با هم متفاوت میکنه.
و همچنین سایت پلان و بیلدینگ پلان، چیزهایی که امروز میخوایم راجبشون بیشتر صحبت کنیم. سایت پلان، سایت یعنی اون فضایی که ساختمون ما توش قرار گرفته. اگر که ساختمون رو در نظر بگیرین توی یه فضایی قرار گرفته که بهش میگن سایت پلان، که یه نقشه‌ای هم بر خودش داره و مشخص میکنه که هرچی توی این سایت کجای ورودی‌ها کجاست، نمیدونم ماشین روش کجاست و همه اینا. و ما یک بیلدینگ پلان هم داریم. بیلدینگ پلان هم نقشه توی خود ساختمون، خود بیلدینگ رو مشخص میکنه که حالا اتاق خوابامون چه شکلیه، آشپزخونه‌مون کجاه، فضاهامون به چه صورت چیده شده و ارتباط فضاها با هم. و حالا اگه برگردیم به خونه های کانادایی که بهتون گفتم و اون که اگه تو شهر را برید نگاه کنی، شما حس میکنین که این خونه های حس دلنشین خیلی گرمی رو داره و جالبه که حالا بعداً به این میرسیم که استراکچر اینها معمولاً از چوبه. یعنی توی کانادا ما دوست خوبی به اسم چوب داریم که همشون این خونه ها معمولاً از چوب و وودن هست، وودن استراکچر داره و به خاطر همین چوب تو اینجا خیلی کاربرد داره، برعکس حالا ایران که بیشتر ساختمونا بتونی و فلزی و فولادی و نمیدونم خیلی این چیزا بود. من یادم میاد مثلا وقتی ما میخوندیم سازه های فولادی، سازه های نمیدونم بتونی، همه اینا رو داشتیم، ولی اینجا چوبه که حرف اولو میزنه توی کانادا یا نورس امریکا، حتی تو آمریکا. قسمت بعدی ویدیو میخوام راجع به این فاندیشن خونه ها و سوپر استراکچر ها، یعنی اسکلت اصلی ساختمون با هم صحبت کنیم. آماده این؟ بزن بریم. و استراکچر ساختمون. حالا نگاه که به ساختمون ها میکنیم، جدا از ظاهرشون، اینها یه قسمتی از ساختمون ها جاییه که اصلا دیده نمیشه و اگر از شما بپرسم مهمترین بخش یه ساختمون چیه، چی میگید؟ شاید بگین سقفشه یا دیوارشه یا نماشه، اما از نظر مهندسیش فرق میکنه، میشه فاندیشن و فونداسیونه که خیلی مهمه. فاندیشن یک ساختمون بسیار مهمه. فونداسیونش میگن پایش چه شکلیه، پایه یه خونه. چرا؟ چون همه وزن اون ساختمون رو داره اون پایه تحمل میکنه و اون نقش نگهداری ساختمون رو داره. پس وزن رو باید به وزن ساختمون، اگر این ساختمون ما باشه، وزن این از طریق فونداسیون ما منتقل میشه به خاک ما. پس خیلی این پایه نقش مهمی رو داره و باید در برابر نشست زمین مقاومت کنه، در برابر رطوبت مقاومت کنه. این فونداسیون کلاً مقاومت‌های اصلی ساختمون رو به عهده داره. و حالا خیلی از کشورها برای شرایط زلزله و اینا خیلی مهم میشه که این چجوری مقاومت کنه، چون همه زمین ها از نظر جغرافیکی خاک ها یه شکل نیستن، نوع خاک ها با هم فرق میکنه. و مثلا اگر تو استان بیسی رو بخوام براتون مثال بزنم، تو شهری مثل ریچموند اگر رفته باشین، که خیلی از دوستان چینی هم اونجا زندگی میکنن، بیشتر خونه ها بیسمنت ندارن. نه همه، ولی بیشترشون ندارن. و شاید براتون خیلی این موضوع جالب باشه که چرا؟ به خاطر اینکه توی ریچموند سطح آب خیلی بالاست. سطح آب که بالا باشه خیلی پیچیده میشه ساخت بیسمنت، چون بیسمنت زیره و هزینه‌ش هم خیلی بیشتر میشه. به خاطر همون ازش صرف نظر میکنن و اسکیپش میکنن. پس هر منطقه‌ای بنا به اون شرایطی که داره، اون دیزاین ساختمون میتونه باز اجاز بشه و فرق بکنه با اینکه ما یه مثلا مدول کلی رو داشته باشیم.
خب راجع به سوپر استراکچر میخوام باهاتون صحبت کنم. اگر ما فکر کنیم که فاندیشن، اگر فکر کنیم پایه ساختمون هستش، مثل ریشه یک درخته، اگر فونداسیون مثل ریشه درخت باشه، سوپر استراکچر همه قسمت هاییه که روی اون ساخته میشه، یعنی دیوار، ستون، طبقه، سقف، همه اینها میشه سوپر استراکچر. دیگه سوپر استراکچر رو کلی شو در نظر بگیرید، تمام اینها میشه جزو سوپر استراکچر. پس چیزی که بعد از فونداسیون میزنن، دیوار و سقف و همه چیزای یه خونه، میشه سوپر استراکچرش، که حالا اصطلاحاتی هم توش داریم. من نمیخوام خیلی وارد قسمت‌های انجینیرینگ و ساختمون سازی اینجا بشم، ولی اصطلاحاتو براتون میگم که گوشتون آشنا باشه و باحال. مثل جویست، مثل استاد ما داریم اینجا خیلی به کار میاد، بیم ها، تیرها و کالم و تراس. خیلی چیزهای دیگه هم هستش. کالم میشه ستون، تراس هم این خرپا شکلی ها میگفتیم به این شکل. و به همین شکل اینا المان های افقی و عمودی و المان هایی هستند که اون طبقه رو نگه میدارن. بخوام به زبان راحت تر بگم، اصلا نمیخوایم اسما رو حفظ کنیم، میخوایم باهاشون آشنا بشیم. هر کدوم از اینا نقشی دارن تو تحمل بار ساختمون و نگه داشتن اون طبقه. ولی یه نکته‌ای که برای حالا ریل استیت و توی خرید فروش خونه میخوایم نگاه کنیم اینه که همیشه ظاهر اون ساختمون لزوما با کیفیت ساختش یکی نیست. پس ظاهر همیشه ملاک نیست، بعد ببینیم تو چه خبره. مثلا یه خونه ممکنه نمای خیلی خوشگلی داشته باشه ولی مشکلای اصلی تو لایه‌های زیری داره که اصلا شما با چشم نمیتونی ببینی، میگی وای چه خوشگله دلم رفت، ولی توش متاسفانه اونقدر خوشگل نیست، یه سری مشکل داره که اون مشکل برمیگرده مثلا به فونداسیون. مثلا ممکنه ترکی تو فونداسیون باشه، ممکنه اون سیستم زهکشی و ایناش مشکل داشته باشه، اینا رو ما با چشم نمیتونیم ببینیم، واسه همون هیدنه. ظاهر خوشگله ولی تو داستان داره. به خاطر همینه که بایر هام خب نمیتونن بیان همه اینا رو در بیارن، نمیتونه بره فونداسیون رو چک کنه که خب ما ظاهر رو میبینیم، کابینت رو میبینیم، تو رو میبینیم، آشپزخونه رو میبینیم و چیزی که با چشم میبینیم و میتونیم بگیم، ولی اونها رو نمیتونیم ببینیم. به خاطر همون اون اینسپکتور یا کسی که بایر هزینه‌ش رو پرداخت میتونه بکنه، واجب نیست ولی براش خیلی خوبه که داشته باشه که یک کسی رو، اینسپکتور رو هایر کنه و بیاد و براش اون خونه رو چک کنه در لول بالاتری که حالا بگه واقعا رطوبت داره این خونه، ترک داره یا نه اوکیه و شرایطش خوبه، بخریمش بره. به خاطر همون یه ذره نباید احساسی تصمیم بگیره اون خریدار، باید آگاهانه و حواس جمع تصمیمش رو بگیره. خب توی قسمت بعدی میخوام راجع به بیلدینگ انولوپ، نمای ساختمون و سقفاش صحبت کنم که خیلی قسمت مهمیه، خیلی خریداران راجبش سوال دارن. راجع به انولوپ میشه نمای ساختمون و روف هم میشه سقف ساختمون. حالا سقف‌ها اینجا تو کانادا اغلب شیب داره دیگه که بارون و برف و اینا میاد. حالا تو استان بیسی خیلی بارون میاد، توی قسمت‌های ایست کوست خیلی برف میاد و سرده، باز اینا سقف‌هاشون با هم شرایطش فرق میکنه و رسیدگی به این سقف‌ها، مینتین کردنشون هم خیلی مهمه. همونطوری که پوست ما از بدن ما در برابر سرما، گرما، آلودگی، همه چی، این اسکین پوست بدن ما داره ما رو حفظ میکنه،
پوسته ساختمون و نمای ساختمون هم از ساختمون در برابر بارون و رطوبت و تغییرات دما محافظت میکنه که این فقط یه سیستم سقف و دیوار نیست، داره چند تا قسمت با هم کار میکنه. اصطلاحاتی داره مثلا exterior cladding که من نمیخوام خیلی اینا رو زیادش کنم. cladding اینجا بهش میگن توی نما، و بیلدینگ پیپر یا حالا اون هاوس رپ رو بهش میگن، چیزی که در لایه خارجی کار کردن. بعد یه سری لایه ها زیرتر این نما هست که ویپر بریر و ایر بریر داره، عایق سرما و گرما و رطوبت هست، خیلی مهمه این لایه ها. اینسولیشنه و پنجره در و سقف، همه اینا پارامترهای المانای خیلی مهم اون خونه است. اگه یه چند تاش درست عمل نکنه ساختمون انگار مشکل دار میشه. که یکی از چیزایی که قبلا هم تو BC بوده، یه داستانی بوده به خاطر اینکه فکر میکردن که اگر که تمام درزها کاملا بسته شه دیگه آب وارد ساختمون نمیشه، اما واقعا اینجوری نبوده. در عمل همیشه یه مقداری رطوبت پشت نمای ساختمونه اینجا تو BC گیر میکرده که نمیدونستن که آیا آب وارد میشه نمیشه. واسه همون امروزه میان از سیستم های رین اسکرین استفاده میکنن. یه ذره اینا شاید به نظرتون تکنیکال بیاد، ولی اطلاعات خیلی خیلی خوبیه، دست اوله که داشته باشیم. رین اسکرین ها یه فضای خالی پشت نمای ساختمون هستش که اگر رطوبتی وارد شد بتونه از این خارج شه و دوباره خشک بشه و اون رطوبت گیر نکنه. یکی از تغییرایی بود که توی استان BC توی طراحی اومدن دادن که چقدر به نفع اون طراحی شدش. و قسمت بعدی روف فقط پوشش نهایی سقف نیستش، یه سیستم هستش که توش عایق کار میذارن که عایق‌های مختلف میذارن، من وارد دیتیلش نمیشم، ولی شینگل، آسفالت شینگل بهش میگم، متال روفینگ ما داریم و تایل و مدل‌های مختلف سقف داریم که حالا انواع مختلفی داره. اینجوری هم هست ظاهرش. اگر اینا درست اجرا نشه یا بهش رسیدگی نشه باز نشتی آب و مولد، رطوبت و اینا روش خیلی رایجه که شکل میگیره. که سن اون سقف و اینکه کی آخرین بار چه زمانی نشتی داشته یا تعویض شده یا رسیدگی شده خیلی مهمه. توی قسمت آخر اگر آماده باشین میخوام راجع به جنبندی این که حالا این انواع ساختمون ها و چیزهایی که تو ریال استیت مطرح میشه رو با هم نگاه کنیم. تا اینجا فهمیدیم که طراحی خوب خیلی مهمه، پلان خوب خیلی مهمه و پایه اون ساختمون و فونداسیونش هم مهم و مهمتر. حالا همه ساختمون ها آیا یه شکل ساخته میشن؟ نه، ولی همونجور که گفتم یکی از رایج ترین روش های ساخت توی کانادا ساختمون ها چوبه، خیلی راحت و ساده. شما هر جا که خونه سازی رد بشین میبینین چوبا رو که قشنگ خیلی راحت اینا رو دارن کار میکنن. کل المان چوبیه و اسکلت اصلی ساختمون که خب سرعتش بالاه، سریعه، هزینه و کاستش هم معمولا کمتره از بتون و چیزای دیگه. خب این خیلی مهمه که تو لو رایزا یا تان هاوس ها، یعنی ساختمان‌های کوتاه و کم طبقه، معمولا خیلی رایجه اینجا. یه مدل دیگه ساختم کانکریت هستش که اینجا من تو کانادا خیلی نمیبینمش، مگر های رایز یعنی برجای بلند یا طبقه های تجاری، طبقه های اول ساختمون های مسکونی، مثلا اون اولی رو کانکریت میزنن، دوباره بالاش رو شاید چوب بزنن.
و پارکینگ و طبقه های پایین، به خاطر اینکه باید محکم باشه. و به خاطر همینه که خیلی از کسایی که خونه میخوام بگیرن موقع خرید کاندوها سوالشون این هست که حالا این کانکریته یا وود. البته که اینجا ووده، اینو خیلی سوال نمیشه، یا حتی استیل و مدل‌های دیگه خیلی رایج نیستش، خیلی گرونتره و اصلا رایج نیست اینجا. و در نهایت ارزش واقعی ساختمون از زیر شروع میشه. پس توی این قسمت با هم مروری داشتیم به این که ارزش اون ساختمون به چیا هست و چه چیزهایی رو ما میتونیم در نظر داشته باشیم که وقتی که یه خونه رو میگیریم بتونیم خونه خوبی بخریم. مرسی که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. در برنامه بعدی همینجا میبینمتون. تا اون موقع مواظب خودتون باشین.